رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران گرامی، داملای برادر بسیار سخنهای خوب گفتند. در پیروی همین برادر چند دقیقه من میخواستم توجه شما را به یک مسئله خیلی مهم، پیروی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جلب کنم. خداوند در قرآن مجیدش میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. اگر شما کسی را در زندگی میخواهید که سرمشق قرار دهید، یا که اگر شما کسی را میخواهید در زندگی پیرو باشید، و یا باید شخصی باشد که نمونه عبرت، و خداوند همین نمونه عبرت برای ما در محمد صلی الله علیه و سلم نشان داده است. میگوید اگر شما در زندگی یک شخص نمونوی را پیروی کنید، این شخصیت محمد صلی الله علیه و سلم است. ما شروع میکنیم از ابتدا، از اون جایی که پیامبر گرامی سخن آغاز میکرد. هر جا که اگر احتیاج سخن گفتن میشد، یا پیامبر خدا سخن میگفت، یا که خطبه نکاح میخواند، همین سخنایی که چند کلمش من به شما گفتم از همینجا سر میکرد. و صحابی بزرگ عبدالله ابن مسعود هم در یک حدیث میگوید که علمنا رسول الله صلی الله علیه و سلم خطبه الحاجه. میگه ما را پیغمبر گرامی خطبه حاجت فهمانید، یا گفت به ما، تعلیم ما داد. خطبه حاجت از نامش معلوم است، یعنی یک سخنی که سخنی آغازی باشد و احتیاج به همون کار. یعنی کار اگر که نکاح میشد، پیغمبر خدا به سخنش به همین کلمه ها آغاز میکرد. و اگر یک ضرورت میافتید و پیغمبر خدا بالای منبر نماز جمعه میبرآمد، یا بالای منبرش میبرآمد، به همین کلمه ها سخن خدا آغاز میکرد. پس ببینید که در طول 23 سال، یا از آن جایی که پیامبر گرامی این خطبه را خطبه حاجت قرار داد، شاید صدها مراتب، شاید هزارها مراتب این خطبه تکرار شده باشد. حتما یک چیزی که تکرار شد تأکید است. شما اگر که برای مثال فرزندتان بگید که بچه می کار نکن، و کم اهمیت میتید. دیگه بار گفته پسرم من ترا گفته می کار نکن، کم تر توجهش بیشتر میشد. یه بچه من ترا گفته ایستادم گفته، بار سوم ده پدر است شما. شاید مهربانترین شخص نسبت فرزند شما باشد و جزا میتید بعد 3 بار گفتن. یا حتما چی از اون ناراض میشوید، میگه چرا من بچه‌م 3 مرتبه تاکید کردم و سخنی مرا نگرفت. اما پیامبر گرامی این سخن از صدها مرتبه گفته است. خود گوش میکنیم که چی گفته بوده است، چی اهمیتی داشته است. یا ما همون نمونه عبرتی که خدا گفته است پیرویش کنیم، پیرویش کردیم یا نکردیم، یا که هر باری که نامش شنیدیم فقط تعظیم کردیم و خلاص. میگفتن ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. خدا را حمد میگفتن، طلب مغفرت میکردن، از خداوند مدد میخواستن و میگفتن که از بدی کارها به خدا پناه میجوییم. کسی را که خدا هدایت کند، من یهدیه الله فلا مضل له. پیامبر گرامی به تکرار گفتند کسی را که خدا هدایت کند، او را کسی گمراه کردن نمیتواند. همین هدایت خداوند در کجاست یا چیست؟ خداوند هیچ وقت بنده را در روی زمین به معلم نمانده است.
یا بنده را همیشه مطلق پاب در هوا نگذاشته است. در هر عصر و زمان خداوند پیامبر فرستاد. در هر عصر و زمان خداوند پیامبر فرستاد و وظیفه این پیامبرها چی بود؟ تعلیم بشریت بود که اونها با عقل کوچکی که دارن تمام نقاط زندگی را دریافت کردن نمیتوانند یا که درست زندگی کردن نمیتوانند. شاید بعضی ها زید برایند، اما این چیزی هست که ما در طول عمر خود طی کردگیم. بچه 5 ساله را بینید که در کوچه بازی میکند، 10 ساله شد کمتر دیگه میشود، 13 ساله شد لنکباز است، 15 ساله شد موی سرش گل کردگی در دیسک کلوب، 20 ساله شد، 22 ساله شد از مکتب عالی که مون رفیقاش گناهگار میکند، 30 ساله شد سرش در میزند که چه دیر شد، 40 ساله شد میگه که اوه بچه همه چی از دست رفت است، 70 ساله 80 ساله شد بچه میگه پسرم غیر نماز و روزه همه کار پشیمانی داشته است. این تجربه یک نفر نیست، این تجربه میلیون ها نفری که بابای بیبی ما بودند یا از ما کلانتر زندگی کرده هستند. پس باید چی قائل شویم که به عقل کوچک ما به هدایت پیغمبر، به هدایت خداوند ما زندگی کردن نمیتوانیم. همون انسانی که در دیسک کلوب بود 15 سالگیش اگر شما میگفته که دیسک کلوب نرو، میگه رو کاری خودت کن. در 22 سالگی الکی خودش معلومات میکنه برای چی من اونجا رفتم، برای چی من با یک کس رفیق شدم، چرا کاری من به این درجه رسید. یعنی چرا همون 15 سالگیش به عقل نبود. یعنی عقل ما برای هدایت حقیقی را فهمیدن که کوچک بود، کم بود، خداوند معلم روان کرد. ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. خداوند در قرآن میگوید که ما هر امت در یک پیامبر روان کردیم. وظیفه او پیامبرا چی بود؟ ای مردم شما خدا را عبادت کنید. عبادت خداوند به اطاعت خدا و رسول می شود و از پرستش غیر خداوند سرپیچی کنید. همین مفهوم ما در خیلی کم نشان داده شد. ما فکر کردیم که بچم نمازه که تخون راه درست را تمام. نه، همین چیز عبادت نیست. توقع الایمان بضع و ستون او بضع و سبعون شعبه اعلاها کلمت لا اله الا الله و ادناها اماطة الاذى عن الطریق. پیامبر گرامی گفتند که ایمان 70 چند یا 60 چند شاخه دارد. بالاترینش لا اله الا الله است، یعنی یک کس درک کرد که خداوند یکه یگانه است. و پایانترین نقطه ایمان این یک آزار، یک چیزی که در راه مردم است و مردم آزار میرساند از راه یک طرفه کردن. این 70 تا دیگهش کجا شد؟ خیلی نماز 69 تا دیگهش کجا شد؟ این روزه، این حج، این زکات کجا شد 65 تا دیگهش؟ پس مسلمان کامل ایمان همو کسی را میگویند که هر کاری که خدا و پیغمبر فرموده است بجا میبیارد و از هر کاری که خدا و پیغمبر من کردن باز میایستد. بعد ایمان کامل میشود. سوگند به خدا یک کس اگر تمام کار دین نکند، امر به معروف نکند، گناهگار است، پیش خداوند مقصر است، کوتاه است. برای چی یک خیر میدونست به برادرش نرساند، حالا که خداوند در 9 جای قرآن صراحتا امر به معروف چه امر کرده است که شما امر به معروف کنید گفته است. یا اینکه چی چرا یک خوب یک علم داشت، همون یک کاری خوب دانستن یا یک کاری دانستن که بد است، هوا خودش علم است، چرا شما یک کس آگاه نکردید؟ وعید پیامبر خداوند ذکر کردگی چی است؟ کسی یک علم را پنهان میکند، خداوند روز قیامت در دهانش لجام آتشین میزند. شاید بودن در برابر ما خوب و همه کار انجام دادن و چی گفتن؟ همین دین است و تمام خودشان. حالا که پیامبر گرامی چی میگن؟ لا یحل لمسلم ان یهجر اخاه فمن هجر اخاه فوق 3 فمات دخل النار. حلال نیست که مسلمان با برادرش زیاده از 3 روز قهرگی کند. کسی که زیاده از 3 روز قهرگی میکند و به همین حال از دنیا میگذرد، در آتش دوزخ میسوزد. این برادر نماز خوانده بود که، روزه را گرفته بود که، زکات داده بود که، حج بجا آورده بود که. پس یعنی چیزهایی بودن که در دایره عبادت داخل میشدن. یعنی میتوان گفت که اسلام دین دنیا ساز است. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره.
صحابه ها میگن پیامبر گرامی درباره همسایه‌داری ما را تاکید کرد. ما فکر کردیم که همسایه های ما میراثبر ماستند. کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید همسایه‌اش احترام کند. باید. الکی دیگه این اختیار او ده نیست. ما همسایه ما را احترام نکردیم. انمون نمونه عبرت که خداوند گفته بود پیرویش کنیم و پیرویش نکردیم. سیقه ماندیم، همسایه را خلال رساندیم. نخست اینکه کاری حرام کردیم، دوم که همسایه را خلال رساندیم، یا سوم اینکه چی؟ همسایه را حرمتش به جا نآوردیم به هر حالی که بود. پس همون عبادتی که خداوند پیغمبرا را گفته بود که بگو بنده ها مرا عبادت کنن، همون در عین زمان به منفعت بنده است. یکی اینکه فرمانبرداری از خداوند است، دوم اینکه به منفعت خود ما است. اگر شما به همسایه‌تون خوبی کنید، در عوضش خوبی میبینه. یکی یک سخن پیغمبر خدا یا یک سخن خداوند. ولی ان شاء الله ما تا اینجا رو میبینیم، صحبت میکنیم. و من یضلل فلا هادی له. در این زمان چه؟ پیغمبر خدا گفت که کسی را که خدا گمراه کند، او را یگان کس راهنمایی کرده نمیتواند. این چی معنی دارد؟ آیا خداوند کسی را قصداً گمراه میکند؟ اگر قصداً گمراه کند، گوییم ما عقیده اهل سنت و جماعت ده نیستیم، ما را جبریه میگویند. دیگر مردم در تقدیر خداوند سه گروه تقسیم شده هستند. یک قسمی هستند میگن که خداوند انسان را جبر کرده است. کسی را که گفتگی است که مثلا رود کاری بد کند، به همین کار می رود. کسی را گفتگی است کاری نیک کند، به همون راه می رود. یعنی مجبور است، بنده اختیار ندارد. دوم گروه چی هستند؟ قدریه ها. اونا میگن که نه، خداوند از فعل بنده آگاه نبود، عمومیات میدونست، جزئیات نمیدونست. نعوذ بالله. اینا را قدریه میگن. پس هر عملی که بنده کرد، خداوند که موظف گردانیدگی بود ملائکه را، پس اونا نوشتند و روز قیامت چه؟ خداوند اونا را طبق عملاشون پاداش میکرد. ما از این گروه هم نیستیم. ما نمیگیم که خداوند جبر کردگی است، نمیگیم که خداوند نمیدونست عمل بنده ها را. ما اهل سنت و جماعت هستیم، میگیم که افعال بنده ها را خدا آفریدگی است، اما اختیار فعل از طرف بنده شدگی است. چه افعال بنده ها را خدا ما در عقل داد. یعنی یک نفری که به کازینو می رود، خدا او را هم عقل داده است. یک نفری که به مسجد می رود، عقل او را هم خدا داده است. قدرتی تا کازینو رفتن هم خداوند داده است، قدرتی تا مسجد رفتن هم خداوند داده است. اما اختیار فعل به دست بنده بود. همین فعل رفتن او خودش اختیار کرده است. برای ما را اهل سنت و جماعت میگن، ما میگیم که نه، خداوند جبر نکرده است. یعنی خداوند قرآن روان کرد، همراهش پیامبر آمد و عقل سالم داد. با وجود سه هدایت خداوند، کسی که غیر خدا را هادی قرار داده است، پس گمراه شده است. یعنی وقتی که ما میگیم آفریدگار ما خداوند است و راه ما را خدا نشان داده، ما راه غیر خدا را پیش میگیریم، همین خودش گمراهی است. و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. پیامبر گرامی در دوام سخنشون کلمه شهادت میگفتند و چی شروع میکردن سخن خود به آیت قرآن، به سوره آل عمران آیت 102: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایان کسانی که ایمان آورده اید، از خداوند به اندازه‌ای که ذات خداوند را سزاوار است بترسید و خدا کند که شما در پایان عمر خود مسلمان بمیرید. تأکید پیامبر گرامی: یا ولی الاسلام و اهله ثبتنی علی دینک حتی القاک. چرا خداوند در قرآن چه ذکر کرد که در پایان عمر خود کوشش کنید که مسلمان روید؟ برای که انسان است، لغزش میکند، خدا نکرده سخن کفر میگوید یا عمل کفر میورزد، چه در این حالت از دین خارج میشد. برای همین دعای پیغمبر گرامی بود که ای صاحب اسلام، تو مرا تا وقتی که با تو روبرو میشوم در دین استوار گردان، وگرنه من یک بنده هستم، توب میخورم. بعدا سوره نساء آیت 1 میخوندن: یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. مختصر صحبت کنیم. این آیت سوره نساء در قرآن یک سوره است به نام نساء، برای زنها. اصلا احکامی که نسبت زنها آمدگی است در این سوره جای گرفتگی است. این هم برتری دین ماست که
مخصوص سوره برای زنا دارد، اما متاسفانه وقتی که تعلیمات اسلامی درست رسیدگی نیست میگن که حقوق زن در اسلام پایمال شده است. شخصا برادران من یک کمی هم باشد قانون انگلوساکسنسکی خوندگی هستم و مسلمانسکی پراوا، ریمسکی پراوا، این کسی دعوا دارد بگوید که در ریمسکی پراوا زن چه احوال داشت. برای زاییدن فرزند ناسالم زن میکشتن، به قتل میرسوندن. زن در قانون مزدکیه، در قانون هندومه، در قانون هندوستان، در قانون آتش پرستی مال حساب میشد. مال. هنوزم شما اگر اهمیت داده باشید این تأثیر اسلام نیست، تأثیر همون زردشتی در ما موندگی. یک کس اگر میمرد برادرش زنی همون اکش هم میگیری و حق شوهر کردن نداشت. همین چیز کم کم در ایران، در افغانستان، حتی در جای ما هم کریستیانا ده هست. مجبوری میگیری اگر اختیاری باشه درست، اما میگه نه این دیگه حق شوهر کردن ندارد، می ایستد همچون مال. یا در قانون هندومت هم شما میدونید که سطحی گفتنی یک قانون دارن. زن اگر شوهر کرد، شوهرش اگر پیش از زن مرد دست پای زن میبردن، میرفتن همراه شوهرش علو سرش میدادن. این قانون هنوز هم در هندوستان عمل میکنه. اما گفتم متاسفانه که ما آگاه نیستیم. چی میگیم؟ گویا که اسلام حقوق زن پایمال کرده باشد. پیش از اون که این سخن‌ها را گفتن، البته برادر خوب قید کرد که در یک باره‌ای که علم نداشته باشی با صحبت نکنیم. اما وقتی که یک کس اسلام را تنقید میکند و حتما بیخبر است یا یگان غرض شخصی دارد، یا میخواد نیش به اسلام زند یا از روی ناآگاهیش همین چیزا را میگه. همین سوره خداوند چی میگوید؟ یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. ای مردمانی که شما را چی؟ از خدا بترسید، از خدایی که شما را از یک نفس، از بابای آدم و بالاخره حوا را از آدم و بالاخره از بابای آدم و حوا چی؟ انسانیت در روی زمین پریشان کرد. یعنی خداوند نقش ما حوا را در همینجا ذکر میکند که در پریشان شدن انسانیت نقش حوا هم بود. پس هیچ وقت حقوق زن یا زن از مد نظر اسلام دور نبوده است، هیچ وقت. انشالله یک بحث علاهیده است در آینده اگر نصیب باشد ما در همین ساحت مخصوص صحبت میکنیم که کدام حقوق را زن در اسلام دارد. و از سوم آیاتی که میخواندن پیامبر گرامی، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم و یغفر لكم ذنوبكم و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. ایان کسانی که ایمان آورده اید از خدا بترسید و سخن راست گویید. تا وقتی که شما سخن راست نگویید چی؟ خداوند عملای شما را به صلاح نمیبیارد. روزی که شما استوار گپ زدید، سخن راست گفتید، یصلح لکم اعمالکم، به همین شرط راست گوییتون بعد خداوند عملای شما را به صلاح میبیارد. و یغفر لکم ذنوبکم، و خداوند بخشنده باشی. البته بنده بیگناه نمیشد، گناههای شما را میبخشد. کل بنی آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون. هر فرزند آدم که خطاکار است و بهترین خطاکارها آنهایی هستند که توبه میکنند. یعنی بالاخره بنده که گناه کرد یک روز میفهمد که کمبودی بوده است، گناه بوده است، خداوند این را چی بد نشان داده است، از جمله منکرات ذکرش کرده است، توبه میکند. و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. خداوند که ما را آفریده است میگوید که شما به اطاعت کسی که خدا را اطاعت میکند، پیامبر گرامی را اطاعت میکند، بس کامیابی را در حقیقت چی نائل شده است، به کامیابی میرسد. برای چی؟ برای که خدا ما را آفریده است و پیامبر تعلیم داده خداوند بود. خداوند او را همچون معلم به ما روان کرد. پس آیا معلم خداوند، معلم آفریدگار ما را به یگان راه نادرست میبرد؟ و برای اینکه خداوند قرآن کلام الهی است، البته ما مسلمان هستیم، همگی باور داریم و اونهایی هم که یک شکی داشتن که نعوذ بالله قرآن سخن محمد صلی الله علیه و سلم است، اول اینکه انسان کافر می شود. دوم اگر از روی بی معلوماتی گفته باشد، اینجا همه برادران معلوم است که از هر طبقه هستند، از هر صنف هستند یا از هر چی معلومات‌های گوناگون دارند. تا به عصر 20 تمام فیزیک میگه که آفتاب حرکت نمیکند. خداوند در قرآن میگه و الشمس تجری لمستقر لها، آفتاب حرکت میکند. میگه وقتی که تمام عالما و این معتقدند که محمد صلی الله علیه و سلم در بیابان پیدا شده است، یگان مکتب و مدرسه نبود، پس پیغمبر از کجا میدونست که آفتاب حرکت میکنه؟
یا خداوند در قرآن میگه که انسان اول استخوان است و بالاش به گوشت پر میشود. علم طب تا عصر 20 100 سال پیش نه 200 سال پیش نه، تو انمی عصر 20 میگه که نه، انسان اول گوشت های بعد استخوانش پیدا میشود. همین چیزا حجت هستند که این کلام الهی است، کلام محمد نیست. محمد مدین سود خوانده بود صلی الله علیه و سلم. یا اینکه چیز خداوند در قرآن میگه که آنهایی که به آیت ما کافر شدن ما آنها را در آتش دوزخ می اندازیم، وقتی که پوستاشون پخت پوست دیگر میکشیم. علم طب چی میگه؟ جای نازک انسان این پوست شد، همین اوکال اگر در بدن شما خلانن چی یک بار میسوزد و عادت میکنه بدن. همین سخنان را آیا شما باور میکنید که نعوذ بالله سخن محمد باشد؟ نه، این سخن خداوند است، این سخن معلم محمد صلی الله علیه و سلم است. بعد این پیامبر گرامی چی میگفتن؟ اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب الله. اما بعد میگفتن صادق ترین سخن خداوند است. البته آفریدگار است، وقتی که آفریدگار باشه کلامش مقدمتر از همه چیز است. و پیامبر گرامی چی گفتن؟ خیرکم من تعلم القرآن و علمه للناس. و بهترین شما هم کسی است که قرآن را تعلیم گرفته است و به دیگران تعلیم داده است. البته با تعلیمی باشد که به منفعت کار باشد. گفتگی برادر قید کردگی خیلی نه که یک آدم توتیوار خوانده شد تمام. نه، تعلیم گرفتن مراد قرآن فهمیدن و به دیگران فهمونیدن احکام قرآن. وگرنه اگر چی مطلق خوشآوازی باشد و مردم به همین چی مفتون کردن باشد و از این چند سومی درآمد کردن باشد، این همون کسیته است، کسیته که در درون مغناطفون نمونده، از این چیز بسیارتر نیست. و خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه و سلم. و بهترین هدایت پیامبر گرامی است. گفتیم که خداوند تزکیهش داده، بس رفقه ای از جانب خداوند است. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. سرمشق زندگی شما باید محمد باشد گفته بود. همین هدایت پیغمبر خدا چی است؟ اولش ما قرآن مفصل گپ نزدیم که وقتی شما را نگیریم. قرآن یک کلام الهی امروز گوییم که در همین مصحف‌ها جای داده شده است. الحمدلله با کمک دستگیری حکومت و در عین زمان با کمک بعضی با ابتکار بعضی دامالله‌های محترم قرآن ترجمه شده است به زبان تاجیکی، به زبان روسی، به زبان انگلیسی، به زبان ازبکی. و البته شاید بسیاری از شما خوندگی باشد، ان شاء الله همش یک برادر توصیه میکنم که خون دیره این کتاب باید روی میزی هر یک کس باشد. و ما یک چیزش باید پیش نظر بیاریم که حتما مردم ما یک گپ دارد که در سر پیران سالگی خار نشد، خداوند خار نکند. اگر فرزند تعلیم اسلام کردگی باشه در سر پیران سالگی خار نمیشوی. اگر تعلیم اسلامش نکرده باشه چی؟ بودیم در جایی که علم به درجه عالیش رسیده است، مادر 93 ساله در کوارتیر زندگی میکند. در روسیه علم هست، تمام نمود علم هست، اما که فرزند تعلیم قرآن نگرفته. شخصا من با یک پیرزن چند وقت زندگی کردم در خانه یکی، میگه که پسری من نصف مغازینه مسکو ده مواد خام میکرد، نه تشبیره و منطور خامشه، سمبوسه خامشه. اما او قرآن که نخوانده بود و فرزند خود که قرآن تعلیم دادگی نبود، از بالای این آیت نگذشته است. و قضى ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. اگر پدر قرآن خوان میشد، اگر اون مادر 93 ساله قرآن خوان میشد، او فرزند میگفت که خان یک روز بالای همین آیت ده می آمد ای بنده خدا تو را حکم کرده است که خدا را عبادت کن، پدر و مادر را در نیکی کن. البته اگر فرزند میگفت که خداوند است ما را حساب و کتاب میکند، قیامت است، در دوزخ گفتنی جاست، جنت گفتنی جاست، وای اندیشه میکرد من در روسیه پدر و مادرم پرسوده رفته هستم، یا من در فلان جا چی از پس زندگی خودم هستم، پدر و مادر من چی به اون احوال هستم. حتی چی اگر اونا شما را خداوند در سوره لقمان میگه که مایلش اگر پدر و مادر شما غیر دین باشن، شما که مسلمان شدید از خدا که ترسیدید، شما در کارهای نادرست پیرویشون نکنید، لیکن و صاحبهم فی الدنیا معروفه. بازم قرآن خواندگی پدر نامسلمانش باید احترام کنه. خدا میگوید اگر پدر و مادر تو را گویند که به خدا شریک بیار، اطاعتش نکن، اما همچون پدر و مادر چو در دنیا چی اونا را احترام کن. بیمار شدن دکتر برش، یا گرسنه ماندن طعامشون ته، یا که چی از زیر دستشون گیر مثل عصا برین پدرت خدمت کن. همه از برکت فإن اصدق الحدیث کتاب الله. صادق ترین سخن خداست.
همین سخن خدا نرسیده است. نموشم نخواه یک بچه را تمام چیز را نشان تی امروز فرزندای ما الحمدلله چی تمام خیلی خوب است، مکتبای میانه را خوب میخونن، تمام چیز در کله هاشون جا دادن. این چی بود است که یک آیت قرآن در مغز اونا جا نگیره؟ پس کوتاهی از پدر و مادر است. همه وقت فرزندا را گناهگار میکنن. شما باور کنید کمبودی از ما است. نهال در یک روز نمیرسد. فرزندای ما گنده در یک روز نشدن. از خوردی که تربیت نکردیم کلان همه خیلی رفت است. انمی سخن به صادق ترین سخن خداوند است، انمی قرآن است. یک بار نگاه کنیم در این قرآن بسیار سخنهای گفتگی است که البته همه قرآن مفید است، حتی قصه های قرآنی هم، لیکن سخنهایی که امروز جامعه ما به همون چیز مبتلا شده است. یک قسمش او برادر گفت. یک قسم دیگه چی؟ خداوند در قرآن میگه که ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. اونایی که مال یتیما را میخورند در شکمشون آتش دوزخ میخورند. برادرای گرامی باور کنید همه ما میدونیم، لیکن همه ما در بالای مال یتیم چی با راست ایستادگی هستیم، خوراک میخوریم. این هم یک نفر از دنیا گذشته است، فرزندش موندگی هستند، بعد چی میگن؟ عیب میشود. عیب نمیشود، تو نرو. انا ما هفته یا نوید نرو برادر، تو سوگن به خدا چی تو کاری خوب میکنی نرفتنت کتی، کاری بد نمیکنی. اگر هفتش رفتنی هستی نرو، من 2 سال پس رو او فرزند نانی خوردن نداره. تو اگر در حقیقت به خاطر دوستت میروی، تو اگر به خاطر تعزیه میروی، تو اگر به خاطر دلبرداری میروی، 2 سال پس چرا خونش نمیروی؟ از یاد ما میبره. فرزندای چی؟ فرزندای همسایه ها ما از یاد ما میبره. اون دوستایی که در دیگه جور داشتیم اونو تماما از یاد ما میبره. اگر همین قرآن کتاب روی میزی باشد، روی استال دا باشد، همینا را ما ورق زنیم چی؟ بهبودی میشود. روزی که در خلافت حضرت عثمان مردم چی؟ همه که تعلیمات اسلامی رسید، باور کنه که در همون زمان کمبغل یافت نشد، مردم نیافتن پول زکات در کیتیان. یکی گفتیم که نمی سوره نساء چقدر در حق زنان ظلم شده است، اما وقتی که قرآن نخوندیم نمیدونیم، دین تنقید میکنیم. یک بار سوره نساء را گیریم ورق زنیم، چقدر خواهرای ما مظلوم از دنیا رفتن، چقدر خواهرای ما را چه حقاشو نخوردن، یا چقدر چه نافهمی ها شد فرض الهی ترک شد. یکیش باور کن یک پدر اگر از دنیا گذره، 2-3 کس میبیان از پیش خودشون مصلحت میکنن، میگن این پولی پدرش قطعی خونش بچه مایده کشته. بعد جنجال سر میشد. بچه کلانی میگه وای مندم پدر بود، دخترش هم میگه وای مند پدر بود. یک کاری ساخته کاری میکنیم، در روزی مصیبت میگن که اپا خودت چی میگه این پدر تو $5000 مونده است چیکار میکنی؟ و عیزاش میگه خم دادر مایدکیم دتیه. درست پس چی میگه؟ همه چیزی پدرم تو گرفته، تو میدونی اما خونه پدرم. یکی از همین مصیبت ها کی سر زد؟ از روی قرآن نخوندن. دویمش چی؟ از روی قرآن قطعی عمل نکردن. ترکه فرض بود. وقتی که یک کس میمرد، مال ملکش طبق فرموده علم میراث، طبق فرموده خدا و پیغمبر باید تقسیم کرده میدوده. قرآن نمی کتاب است. باور کنید سحر نیست، جادو نیست، علم فیزیک گویه هست، علم شیمی گویه هست، چی؟ علم حساب گویه هست، تجارت گویه هست، تمامش تاریخ گویه هست در داخلی. فقط یک بار مراجعت کردن در قرآن نمیشه که ما مسلمان هستیم خود تمام. همین ایمان سرسری ما به جای آورده رسان که 70-80 هزار مردم کریستیان شدن، مسیحی شدن. ما میگیم که چی؟ الحمدلله ما چند هزار سال بابای بیبیام مسلمانم. اون مسلمان با چه دینی دیگه در رفت؟ وای مسلمان نبود است، به نام اندکی میدونیست است که مسلمان است. و اگر مسلمان اینا چرا شما نرفته؟ رفتید مسجد، رفتید مدرسه، هم صحبت شدید، یا که اهل علم بودید. احتیاج به امروز باور کنید احتیاج به استاد نیست. کسی در مکتب میانه خوب خواندگی باشد، قرآن میگیرد به روسی میخواندش یا به تاجیکی میخواندش، حدیثهای پیغمبر خدا ترجمه شده است میخواندش. باور کنید من این گپ صدها بار از منبرهای بلند گفتگی هستم که شخصی که در مکتب میانه فعال است 70% اسلام به استاد میآموزد امروز. لیکن نه آموختیم. فرزندامو که 5 ساعت تلویزیون تماشا میکنیم، نمیگیم که بچه‌م بیا من این کتابو میخونم شما گوش کنی. آخه این هم برای فایده ما هم برای فایده تو. نگفتیم من خیلی چیز. یعنی مسئولیت پدر و مادری از بین رفته است.
حالا که خداوند چه میگوید؟ یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، ایون کسانی که ایمان آوردید شما خودتون و اهل و ایالتون را از آتش دوزخ نگه دارید. تو فرزند داری، خرسند هستی، این منت خداوند بود، این نعمت خداوند بود، اینا به حساب نیستن. قیامت نمیپرسد که تو این فرزند در کدام روحیه تربیت کردی. کسی که یک مالوتیت سراغش میکنه مثل امونه، یعنی فرزند، برای این فرزند داشتن ما خداوند ما را میپرسد. لیکن قبل از همه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم، اول خودتون را از آتش دوزخ نگه دارید. انسان آخری برای زنده موندن خودش اول یک دوستش مرد زیق می شود، درست پس زیقش تمام می شود، یا دوستش در پرابلم باشد زیق می شود، درست پس تمام می شود، عادت میکند پرابلم دوستش ده. بعد اینی چی خیشته، بعد اینی پدرش ده، و اومده زنش هم یکم مصیبت داشته، خودش میگه خیریت خودم موندم، میگه خود به خودش. بعد فرزندش ده. آخران انسان برای جان خودش مبارزه میبرد. چند وقت پیش در بالای خونه ما یک اتوبوس سوخته، یک مرد میدید که زن و فرزندش سوخته ایستادند. یک بار خیلی رفت گفت من میدارم در نم اتوبوس. میلیسا گفتن که نه میکفد گاز دارد. ایستاد تماشا میکرد. اینمی جانا را در آتش دوزخ میسوزونند. سوختن هوا را ما دیدیم، احساس کردیم چی؟ داد گفتنی با به درد هیچ کس نتوانست اونها را نجات دهد. اما این دنیای از حالا که میشد که یک پژرنیک خاموش کند. قیامت مالک یوم الدین خداوند است. با گفتش نکرد، یعنی خیلی آتش است، یعنی خیلی میسوزونه، یعنی خیلی فرزندان میسوزد، جگرت میسوزد، چی هیچ کار کردن نمیتوانی. ما دروغ گفتیم فرزندان ما را دوست می‌داریم. چقدر دوست می‌داشتیم؟ لباس نداشت، لباسش خریدیم. کسل شد دخترش بردیم. وقتی که 7 ساله شد مکتبش بردیم. ارمیا بردنی شدن نموندیمش خدمت کردن. پول دادیم خلاصش کردیم. چرا علم ندادیم، عقیده ندادیم که از آتش دوزخ هم خلاصش کنیم؟ و این جداگی ها 1 سال بود، 2 سال بود. نه فرزند یک روزی عسکری میبیا، آدمای عسکری رفتگی همش نمردن دیگه. لیکن دیلمون نشد، ما ایرا دوست می‌داریم گفتیم. اما یک بار نگفتیم که ما فرزندان ما را باید از یک آتشی که از یک خطری که در پیش از هوای ما باید چی آگاه کنیم و چی نجاتش دهیم. یعنی قرآن همه چیز از این چیز بسیار نداره. و خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه و سلم، بهترین راه و روش پیغمبر خداست. سنت پیغمبر خدا. سنت چی است؟ یک کار پیغمبر خدا کرد و ما سنت شد. یک کار چی گفت پیغمبر خدا به ما سنت شد. اون چیزی که رفتار کرد پیغمبر خدا در زندگیش برای ما سنت شد. صفتی از صفات‌های پیغمبر خدا. برای مثال پیغمبر خدا یک سخن میدید که جمعیت نفهمیده است، 3 مرتبه تکرار میکرد. همین سنت رسول است. بهترین هدایت هم هدایت رسول صلی الله علیه و سلم است. اگر ما راه و روش رسول صلی الله علیه و سلم هم که در علاهیدگی صحبت کنیم، شاید صدها روز تنها فقط درباره همین گپ زنیم. اما همین قدر گفتنی هستم که یک کسی را که خدا تزکیه‌اش داده است باید چی؟ همه عملش برای ما نمونه عبرت باشد. یک بار نگاه کنیم، در زندگی نکاح میکنیم ها، بیا ببینیم که پیغمبر خدا چه خیلی نکاح کرده است. در زندگی معقول نمیشه یکی خدا نکرده زنا ما که جدا شدنیم، بیا 1000 طلاقش نگوییم، بیا یک گپی را گوییم که پیغمبر خدا گفته است. اگر در زندگی ختنه کردنی هستیم فرزندان ما را، بیا ختنه کنیم که پیغمبر گرامی گفته است. اگر فرزندان ما را نام میمونیم، همین کارا را ما میکنیم، فقط بیا یک بار نگاه کنیم در مقایسه با سنت رسول صلی الله علیه و سلم که ما کرده ایستادیم یا نکرده ایستادیم. بالاخره شاید اکثریت از همین گردن از سیگارت کشی یا که از کارهای بد چی در تمام اروپا اعلام کردن که ضرر دارد. اما اکثریت نگشت که خدا گفته است حرام است، برای که ضرر دارد تره. یعنی ایمانا که ضعیف بود، گویا که علمای زمانوی اون پیش رفتگی بود، با ایمانا کار نداشتیم. و امروز همون علم دارای همونایی که ما و شما پیروی میکنیم یا همونایی که ما و شما از خود ما بالا میدونیم، همونا هم به خلاصه آمدن که همین دین اشاره میکنن، این دین هم میگیرن، اون که از دور اشاره میکنن که همین دین چه خیلی دینی هست که به منفعت جمعیت است. یعنی سبب نجات امت همین دین شده میتواند. و بهترین هدایت رسول صلی الله علیه و سلم است گفتیم و شر الامور محدثاتها، بدترین کارها کارهایی هستند که بعد پیدا می شوند.
وقتی که ما میگیم مسلمان هستیم، وقتی که میگیم خدا یکه یگانه، وقتی که ما میگیم محمد رسول برحق است، یعنی فرستاده خداست، پیغمبر است، مثل عیسی و موسی، مثل ابراهیم و چه نوح، مثل آدم و چه شیس و ادریس، اگر پیغمبر باشد قبولش داشته باشیم، پس هر چیزی که انمو پیغمبر کرده است ما باید کنیم، هر کاری که من کرده است ما باید نکنیم. و شر الامور محدثاتها، بعدی که اون چیزی که پیغمبر خدا گفت بالاتر از او کار کردیم، چون که برادر گفت چه کاری بد کردیم. پیغمبر خدا میگه بدترین کارهایی هستند که بد پیدا میشوند. شما دیندار هستی؟ الحمدلله ما دیندار هستیم. اگر شما دیندار باشی برادر عزیز، پیغمبر خدا 40 سال نکرده. شما دیندار هستی برادر؟ ها آفرین ما دیندار هستیم. پیغمبر خدا چه زناش سر لج نگشته برادر. شما دیندار هستی برادر؟ ها دیندار هستیم. پیغمبر خدا گفته است که خداوند قطعی غیبت نکنه. غیبت نکنه برادر. شما دیندار هستی؟ البته ما دیندار هستیم. پیغمبر خدا گفته همسایه‌تون احترام کنه. پیغمبر فرق ندارد کی است همسایه شما. این چی بده دیندار هستی ها؟ نه که میگه پیغمبر خدا مودم معقول نیست. دیندار هستی نعوذ بالله میگه پیغمبر خدا مودم معقول نیست. یا درمان نمیشود. این خداوند یک کاری را به پیغمبرش میگفته که از توان انسان بیرون هیچ امکان ندارد. روز قیامت میگه که خدای از دست ما نمی اومد میگه. اما از این کارهای مشکل ما کرده توانستیم. وقتی که فریب حرام باشد، نیرنگ حرام باشد، دزدی حرام باشد، قتل و غارت حرام باشد، شراب و زنا حرام باشد، باید که حرامیش چی در عمل بگی که نمیکنیم و همین کار و صلاح کار چی به منفعت کار نیست، همین عمل انجام دادن. همین کارهایی که بعد پیدا شدن بدترین کارها هستند. و شر الامور محدثاتها و کل محدثه بدعه، و هر کاری که بعد پیدا شده است بدعت است، یک نوآوری در دین است. نعوذ بالله، گویا خدا و پیغمبر نمیدونستند که 40 سال ضرور است، یک دومولود فهمیده که همین 40 سال کردن در کار بوده. گویا که خدا و پیغمبر نمیدونستند که فلان کار نادرسته، یا میدونستند. میگن در اصل ما خچخل کنیم همین هسته. خدا و پیغمبر کارایی کردن، گفتن چی ما زیدجی همون را انجام دادیم، اما اون کارهایی که گفتن هیچ وقت ما اون را انجام ندادگی هستیم. شاید یک گپی را چند مرتبه تکرار کردگی هستم، هر چیزی که موافقی هر چیزی که خدا و پیغمبر گفت ما مخالفت به همون کردیم. نه بدعت گفت نکنه پیغمبر خدا، ما بدعت کردیم. و هر یک کس برای خودش یک حجت هم آورد که همین برای ما ضرور است. همین خیلی اگر فکر کنیم گوییم که پیغمبر کی بود؟ میگن که یک معلم از جانب خداوند. خیر، همون معلم به فکر شما وعده خدا پیش مسئولیتی که خداوند پیشش گذاشتگی بود از عهدهش برآمد یا نه برآمد؟ البته برآمد. اگر نمی برآمد خداوند این آیت روان نمیکرد. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دین کامل شدگی است. و پیغمبر چی؟ رساننده دین بود. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. تو بیان میکنی. این آیت که نازل شدگی باشد تو بیان کردگی هستی محمد. بین بیان کردگی محمد 40 سال نیست. بین بیان کردگی محمد مولود و خراجات های زیاد نیست. یا که به این درجه نکاح هایی که $1000 در شراب، $1000 در ارتیست، $1000 در وین نیست. هست در یک دایره معین برای زنها. بگذار زنها خرسندی کنن. مردها در علاهیدگی چی؟ خرسند. اصلا همین خیلی برادرها گویم اکثریت میشناسیم. همین ملت ما که موسیقی خط خیال میکند آرام مییابد. من شخصا ترجمان یک شخص آلمانی هم بودم، ترجمان بسیار ملت‌ها در ترجمانی کار کردم و آرامی را در موسیقی نمیبینن. میگن این عصب انسان خراب میکنه. و کل محدثه بدعه و کل بدعه ضلاله. و این بدعت ها پیغمبر میگوید، یعنی شخصی که خدا تعلیم شده که این مردک تو گو و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. محمد از پیش خودش چیزی نمیگوید، میگه خداوند میگوید. محمد هر چیزی که میگوید وحی الهی است. از کجا میدونست؟ همین آفتاب حرکت کردنش محمد از کجا میدونست؟ یا که انسان اول استخوان است بعد گوشت از کجا میدونست؟ یا که پیامبر گرامی از کجا میدونست که اینا هیچ وقت چی در روی زمین نیست 7 میلیارد آدم که سر انگشتاش به هم برابر باشه؟ پیش ما را میگفتن که آدم بی سواد باید چلیک شمونه رنگ ده. امروز در امریکا میگن که پادپیس در کار نیست، چلیک تمون اینجا ده. پادپیس نمیتونن ساختن، اینا ساختن نمیتونن دیگه. اینا محمد از کجا میدونست؟ صلی الله علیه و سلم.
و کل بدعت ضلاله. هر بدعت، هر کاری که بد پیدا می شود، این چی؟ گمراه میکند انسان. یکی از گمراهیش گویا که انسان چی میگن؟ مردم میگن که همین کارا ضرر ندارد که. یعنی گفتم که یک کس فکر میکند که گویا نعوذ بالله خدا و پیغمبرش نمیدونستن که همین کار ضرر ندارد. دین تمام شد. ما بقي شيء يقرب من الجنة ويبعد من النار الا وقد بين لكم. پیغمبر خدا که باقی نمانده است چیزی که شما را به جنت نزدیک کند و از دوزخ دور کند. من شما دا گفتم. کنی بین گفتگوی پیغمبر خدا را نگاه کنیم، همین کارهایی که ما امروز میکنیم هست. یک شخص میبرند در درون قبر و 3 متر کفنش میمونن، لیکن تا قبر در بالش قالین میپرتوین، جامش میپرتوین و جامش خاکن درون قبر دمون و میگن که نه مسلمانای دیگه در بالش ببره. اینا نو پیدا شدن. همین چیزا به ضرر امت هستن، همین چیزا به ضرر جمعیت هم هستن. بالاخره چی؟ شما باور کنید که یک انسانی که در حالت بد اقتصادی قرار دارد و حتی وقتی نمیاد یا فرصت نمیاد که نماز خونه. یعنی یک انسان اگر از ساعت 4 سحری تا 12 شب در کاروان سودا کردگی باشد، نعوذ بالله برای نماز هیچ دیگه اهمیت بیو ندارد. برای وقت خسته است، تماما چه عصبش خسته شده است که چی باید کند، میبیاد میافتد با همون سحر ده عادت کرده است، رو بود بریم میخزد میرود. اگر ما توکه باید همین کارا کنیم، همین بدعت‌ها را، همین کارهای نادرست توکه کنیم، توکه میون مردم شکنیم. توکه باید جوانای مسلمان از ازبکستان، از تاجیکستان، از قزاقستان، قرقیزستان و ترکمنستان رفته چیکار کنن؟ در روسیه عربه کشی کنن و بیان $1,500 در ارتیست، $1,500 دیگه در پدرش مرده، بعد این بچه هم مردگیه در روسیه حسابی مرده هوده. یعنی یک کارش ده باور کنه که همین ملت مرده ایستاده است و سر ناموس ده گویا همین قپیده است. این بی‌ناموسیه. یک بچه را پرسی که در چرکیز بازار یا در یک اونجا ای برادر گرامی نماز فرض میخونیش؟ نه. روزه فرض میگیریش؟ نه. حج فرض رفته ای؟ نه. زکات فرض انجامش که داده ای؟ نه. خیلی چی کار میکنی؟ اینجا اومدیم راست دیگه یا مسافید مردگی در خونه داریم، یا پدر ما آدم کلان ساله، خیلی پدرت میمونه، تو باید نمری که آخی. وظیفه تو همین نیست که تو فقط قرض دی، وظیفه تو همین نیست که تو فقط چی در روسیه گردی. تو میدونی که خیش تبار خبر گرفتن واجبه، تو میدونی که زن و فرزند تعلیم دادن فرضه. پگه از این چیزا تو را میپرسن، از 7-40 سال تو را نمیپرسن، از مولود نمیپرسن، از این توی با دبدبه که جوره خود رفته اخبارات میکنه، بعد که دلش خیلی گپا را گفتم در سر دسترخوان درست نیست، میگه که هم فلان چه دین در همونجا بودیم، خیلی یک گذرون داشته. دوستی خودت تو را دشنام میتیاد. همین خیلی دوست داشته باشم من، یا همون آدمی که برای من در دوسته و در مصیبت من برای خراخری میبیا، این اینجا فهمه که برادر من است، نبیا خونه ما. در مصیبت من یک از خراخری میبیا خونه من، تعزیه نمی اومده است و درباری من نمی ایستاده است و ای برادر تقدیر الهی است. مصیبت بسیار چیزی چی خطرناک است، خدا نکرده انسان سر جهلش اون گپی کفر میگوید. این وقت دوستی حقیقی میبینه که برادر تو قفور نگاه کن، پدرای همه مرده است، مادرای همه مرده است، فرزندای همه مرده، تو قطع فرزند مرده نیستی. و برادری من خیلی نمیکرده، دور دمیسته میخنده است، دندانش میکفته است و واش سر تخته میخوده است، هفته میومد است که برادرم خفن، من خفن نمیشم، نبیا تو خونه من. تو اگر برای من کار میکنی، من هیچ برنامه خدا خفن نیستم. این خیلی جوره من ندارم. همون جدولی که نام جورام هستم، اون نام خط زدگی میخواد. ملت خودش گویا کشته ناموس، عین به ناموسی را ناموس فکر کرده. یک چیزی که ما را نجات میتید، یا که حتی اینا ما آدمای میفهمیدگی ما. ای برادرگو، شما در همینجا زندگی میکنید، عصر 21 شده که بس بودگی است، لانکا بازی. شما ترمکس داری در خونه؟ نه نداره. تو ترمکس نداری، تو تلویزیون نداری که تو اخبار دنیا را فهمی. بچه تو با کامپیوتر کار کردن نمیتوند، بچه تو مکتب نمیخوند، بچه تو چی فلان شرایط را ندارد، تو خودت ماشین نداری که اسپید کنی در وقت نماز پیشین روی نماز پیشین تخونی، از کار برمونتر 1 ساعت جواب دادگی فقط. تو چیکار میکنی $1000 مردم اوش میدی؟ تو از مردم نمیپرسن، اول خودی انسان نمیپرسن از خودش، بعد از فرزنداش، بعد اگر احسان کند خوبی کند دیگر ده. ما گویا وظیفه اولین درجه خود ما در هفته پدر ما یا در روز توی ما باید 500 کس فیرات کنیم، آش تیم، شربت تیم، سیم چهارم تیم، بعد چی؟
و 3 ماه دیگه قرض 3 سال دیگه قرض کنیم یا 3 سال دیگه بعد دوستامون را داشت نمیتیم یک کاری نبود است برادر. اگر اشکر بگیم همه زندگی ما و شما میخیله نمیتونیم گفتن در دوستامون با تگ دل دوستامون را مخورد میکنیم. این بعد یا رسم میشده میگیم که تا روز مردن ما را مگر ما همین خرج کنیم میگیم با تگ دل ما گفتیم یک کس جرأت نمیکنه که ای برادرو بس بدگیست نمیکنیمش اوکی نه حقارتت میکنیم نه نونت میتیم اوکی همین کار حل خود چمیو بعد که برای چی سویه فهمیش بسیار پست. اگر شما در مترو روید متروی مسکو ده 1 ساعت گپ زنید همون آدم ممکن 2-3 کس جمع شود دیگرو نزدیک شما قطع میگذارن الکی میفهمند مقصد شما چیه. در مو دست برد و 500 کس جمع میشود نمیگه که میدونستگیش هم جمع میشود نمیدونستگیش هم جمع میشود. سویه فهمیش خیلی پست نه خیلی پست از هر جهت پست. از جهت اقتصاد پست فهمیش ما از جهت جامعه شناسی پست از جهت چی سیاست شناسی از جهت دینی پست از هر نگاه قفا مونده. باور کنید میگن 5 ساعت در کوچه ایستاده میگه کار نیستن مجبورم روسیه رم. او تو 5 ساعت در کوچه چرا راست ایستادی؟ چه میرفتی کار میکردی میافتی. فقط شکایت کار نیسته همین خیلی قدی تسلوی دی. باور کنید برادرها اگر ما خود ما فکر نکنیم ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم خداوند تغییر نمیتید قوم تا خودشون تغییر نتیان اخی. فمن یؤمن بالله یهدی قلبه. اول تو طرف خداوند میروی اول تو مراجعت میکنی بعد خداوند تو را هدایت میکنه راه نشونت میده. وقتی تو تکر بری در راه ایستادگی هستی 5 ساعت میستی بیلیارد بازی میکنی یا که 5 ساعت در کوچه میستی زمینا را خط کشی را بچهای ما چرپنجه کرده هستند بعد کار نیست بعد چی در نماز جماعت نیست وقت نیست و 5 ساعت در کوچه بودی که امروز شما باور کنید که تمام دنیا یک نقطه را نگه داره باید بدین برگشت. البته بعضیاش فکر میکنن که نجاتشون در نصرانیت است. علی کل حال امروز انسان عصر 21 فهمید که عاجزه نمیتواند باید یک دین داشته باشد که کنترل بگیرد انسان به خودی خودش راه نمیافته. اگر راه میافتیم 15 سالگی در دیسکوتک رفتن ما را در 70 سالگی احمقی نمیگفتیم میگفتیم هو یک کاری خوبی بود لیکن همون خودش کار انجام داده خودش میگه یک احمقی بود. خود چه احمق میگه در سن 15 سالگی. اگر شما میگفتید ملال میشد. یعنی نجات انسانیت همه وقت در رجوع به دین است در رجوع به چیزی که خداوند یعنی آفریدگار است. البته هیچ کس در دنیا غیر خداوند دعوا نکرده که من انسان آفریدگی هستم و انسان خود از خود پیدا هم نمیشود. و در عین زمان خداوند چی میگه که من شما را آفریدم من آفریدگار شما هستم و خداوند چی میگه همه شما حتما از دنیا میگذرید. گشته نگاه کردیم نیست 1000 سالها طی شد در روی زمین نمانده انسانی که از 130 سال 140 سال زیاد چه بیشتر زندگی کرده باشد در عصر 20 یا که نمانده است همین خیلی آدمی که 200 ساله باشد حاضر ما دیده باشیمش. یعنی حتما انسانیت میمرده است. عقل سالم حتما ما را ذات آفریده حتما ما میمریم. خیلی هدف چی بود مقصد چی بود؟ انسان یک کاری خودش به مقصد نمیکند. آیا خداوند آفرینش به هدف بود؟ آفرینش انسان به هدف بود؟ به هدف نبود. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من جن و انس آفریدم تا که فرمانبرداری من کنند. در نتیجه فرمانبرداری خداوند چی ما نجات مییابیم هم در قیامت هم در این دنیا. سرزمینی که توحید فعال است عربستان سعودی کویت قطر نیست کم بغلی به قد گرفته نشده است. انما قطرچه آستانه را ساخته ایستاده است امروز در قزاقستان. جایی که خداوند میگه اگر شما استقامتی در دین کردید یعنی در دین استوار شدید من مشکلات شما را حل میکنم. امروز اینجا ما ایدور چی میگیم همین عربستان سعودی خداوند نفت داده کم بغل نیفت نمیشه از کم بغل نمیشوند. وعده خداوند است شما در دین استوار شدید ما شما را چی راه تا نمیابیم شما به نتیجه نمیموند کاری شما. حدی اقل چی یک نتیجه ای که انسان در گمراهی نمی رود. شما میدونی که انسانی که بسیار میکوان اگر هدایت خداوند نرسیده باششون به دین باشن خشونه میکشن آخریمشون دیوانه میشوند. اما میکفتگی اگر از کفتگی پیغمبر خدا تو بیرون برآمدی خودت میکشی. تمام فیلسوف جهان چی در آخری عمرش دیوانه شد یا خودکشی قتل مرده. پس خداوند میگه نه
همین هدایت رسول اگر شما پیروی کردی در همین دنیا هم نجات مییابی، عذاب نمیکشه. چه عذاب نمیکشه؟ درست انسان به هر راه عذاب میکشد. یک انسان پدرش از دنیا میگذره و داخلش کسل جگر کسل میشه، رگ جگر از جگرش میگیرد میموره. اما انسان مسلمان باشه چی؟ هیچ کس برای پدرش چی خرسندی نکرد در مرگ پدر زیق میشود، اما چی میگه؟ قضای الهی بوده است. یعنی یک انسان ایماندار هم از نگاه طبی هم از نگاه اقتصادی از هر نگاه چی طبیب خودش میشود، معلم خودش میشود، عقیده راهبریش میکند، میگه تو همین کارو نکن، تو همین کارو نکن. این خدا گفته است، پیغمبر گفته است. تو شرمنده نمیشوی وقتی که راه خدا و پیغمبر میگیری. برای چی؟ قیامت ده قاضی حاکم انمون سودیه انمون داور خداوند است. وقتی که به گفته داور کردگی باشی، وقتی که پیروی خط کشیده داور ده باشی، پس تو چی؟ کامیاب هم طولانی شد برادر گرامی. اگر یگان سخنی ناجا گفته باشیم بخشش خداوند نگهبان تو باشد. خداوند فرزندای ما را صالح گرداند. ما من در حیرونیم که عمل برای چی نیست در مردم. مردم میرن مسجد نماز خونن، 90% هم مردمی که در مسجدن اهل حیات شد رفتار غربی را دارن. درسته. سر لباس همه سر لباس غربی. درسته. دوملا و علما و ملا و ایشانا و ملابچه ها میگن امر معروف نهی منکر میکنن، در برای مسئولگی بدن زنها حرف میزنن، یک گپ نمیگذره رئیس. برای چی؟ برای زنان شجوعن میان سخن نمیگذره. رهبرای اگام برده اگام جونا میگن که ما لباسی ملی داریم و ما لباسی مسلمانی داریم، ما باید مسئول باشن زنها و خواهرها و دخترها و فرزندای ما. همین میرن مسجد نماز میخونن میبرن میرن، بسیارش نماز جمعه را میخونن، نماز فرضی هم نمیرود. عمل نیست. گفتن زیاد است. من حیران که همین پیشا امر معروف 10% حاضر را نبر، امر معروف نهی منکر یا مثبت گپ میزد، او آدمو که بهش نمیگفتن هم گپ کارا میکنن، عمل بر. توزی گفتن زیاد است، عمل نیست. همون دوستداری همون کارا نیست. همین خواهیش سخنای شما اینو طلا و بریلیانت همه چیزی روی دنیا را بر میزنن. اینا چیزایی هستن که برای کسی که به قدر اینا میرسد همه چیزی ضروره. و اینه که من حیران که برای چی عمل نیست. عقیده نیست. انسان عقیدهش مجبور میکنه. مثال گفتگی شما استادی ما هم میگفت که یک انسان 40-50 سال نماز خونده است، اینی که اصلاح نمیشود. یعنی عقیده علمی ندارد. ولی کدام ما را پرسید میگه بابای بیبی مسلمان بود. اما خداوند چی میگه؟ فعلم انه لا اله الا الله. تو خودت دان که خدا یگانه است. و خداوند برای یگانگیش اعتراف کردن حتما انسان چی گفته است؟ همه وقت تو در مخلوقات خداوند نگاه کن. یعنی انسان بسیار به اندیشه میموند. سحری میره و کار خیال میکنه که باید بگاه بیاید، یک ساعتی تفریحی داشته باشد و یک خوراک خورد و خواب رود یا تلویزیون تماشا کند. یعنی همین برنامه فکر کرده است. خیال میکنه شب میشد روز میشد، شب میشد روز میشد. اما خداوند چی؟ فقط میگه خودت نگاه کن، مخلوقات خداوند نگاه کن. یعنی انسان وقتی در نتیجه تفکر انسان چی میرسد؟ میگه خدایا همون سپرمی که ما تولد شدیم از وی در ترکیب وی خون نیست. خون از کجا پیدا شد؟ اون خون به کدام صورت گوشت شد؟ اون گوشت به کدام صورت به استخوان مبدل گشت؟ برای چی استخوان مبدل گشته ای بالش با گشته گوشت پر شد تا صورت آدمی زیبا شود؟ یا که در حیاتش برای چی؟ ولی اکثریت ما نمیدونیم. مثلا ما همه ما نمیدونیم. یعنی به خواندن یک چند حرف یاد گرفتگی هستیم. انسان در شکم مادر از دهن غذا نمیگیرد، از نافش غذا میگیرد، از نافش بودش میبره، از نافش هوا میدره. یعنی خداوند میگه مخلوقات نگاه کنید، مراد چی؟ شما با عمق نظر نگاه کنید، دقت نگاه کنید و میگه که ای بچه چخیل انسان از دهن خوراک نمیخورد است. و درست فکر میکنم حضرت ابراهیم میگفت، همه میگفتن، اونایی که تا هدایت یافتنشون میگفتن که خداوند چیست، خدا را چخیل باید دریابن، ذات الله حقیقتش چخیل دونن. یعنی همین چیز انسان مجبور میکنه. اما همین تفکر نیست. ما میگیم که یک عادت شده، خیال میکنه 50-60 سال زندگی میکنه باید همینه که نغز گذراند. همین خیل از همین دایره بیرون برآمدگی نیست. برای همین علمایی که با جز دین مقدس اسلام پیروی دین دیگر رو بکنن، اینا باید غمش کیختن. غمش همه. برای چی تو قدام الله نکه؟ فرزند شما مثال خیلی شما خوندگی، یه برادر طبیبه، دکتره، این هم باید چی؟ غمش خورد.
باید بچه بگه که بچه جان دین مسیحیت ما عیسی را قبول داریم همچون پیغمبر، انجیل حقیقی کتاب الله هست، اما انجیل تحریف شده نه. برای فرزندش باید اثبات کند که همین انجیل حقیقی نیست. کدام انا اینجاش به عقل انسانی هم مخالف است، یا که به یکدیگر ضدیت دارن یا به قرآن ضدیت دارن. نعوذ بالله خداوند دو خیل چیز اختلاف تضاد در روان نمیکند، دو چیزی به یکدیگر ضده. برای چی گفتم تنها وظیفه دوملا نیست، در جمعیت بچه این هم زندگی میکند، بچه این میره سپورت، دوملا نه اومده خونه این کس نه اومده، ها وقتش نرسیده یا که شرایطش نداره یا که خواب رفته گفته که برادر که تو 5 خبت کرپچمون نپرتن تو آشمون نکنن نمیبینیم. حالا که دعوتگر چی اصحاب گرامی در آفتاب گرم عربستان سعودی کلان شده بودن، رفتن در آذربایجان موندن. وقتی که ترمه اومد چوه اومد صحابه آذربایجان و خاطر دین رساندن نجات. شما یه چیزی خوبه دونه حتما فرزندتون میگی بچه‌م کاری خوبه، اویلتون میگی خیش تبورتون نمیگی انا می چیزی خوب بود و یا برادراشون که خداوند گفته بود مسلمان‌ها برادرن آوردن رساندن. وقتی که بچه این میره و سپورت و یک بچه مسیحی جوره میشود و یا دعوتش میکنن همون راه ده میرود. دوملا ضرر دید اول یا این ضرر دید؟ دوملا رو اول از خودش میپرسند، بعد از فرزنداش میپرسند، بعد از دعوت امر معروف واجب. اما این چی اول از خودش میپرسند، از فرزندش هم میپرسند که فرزندت چرا تو تعلیم ندیدی؟ همین چیز برای ما گویا یک وظیفه کردگیم که چند نفر باید بیچاره حاجی میرزا گپ زنن یا که باید بیچاره چی علامه گپ زنن یا بیچاره مولوی گپ زنن یا دوملا الله بردی گپ زنن. چند کس اخی تو وظیفه اونو نیست. یک چیزی هست که ملت باید غمش خورد. باور کنید در حیات جمعیتی ما هم اونو آینده ضرر میرسونن. شما تاریخ پاکستان نگیرید، در پاکستان وقتی که مسیحی ها پیدا شدن گفتن که ما در یک دپوتات شون دادن، بعد دعوا کردن 23 شدن گفتن که ما در یک وزیر تید، بعد وزیری مهنت شون موندن، بعد دعوا کردن که شما از قانون تون برآورید کسی که حضرت محمد دشنام میتید هیچ نگویی. بچه اینو میمونن مورا، حالی اینو کمان دعوا نمیکنند، بسیارشان دعوا میکنند، دینی مخالف است. آشکارا چی گفتن اون روز بحثی کی را دیدگی شما ویاچسلاو علی پالاسی نه قطعی و بعد وقتی دیگری ما قرآن قبول نداریم میگن. وقتی که یک از مخالف عقیده شما گام بزنه شما برای فایده کم رسیدن تو ممکن گویی که مایلش شما در بجای 20 سم 10 سم رسه میگی خیلی نوبتش باید کار دیگه میکنیم. اما کسی که به عقیده شما ضد میبرد شما باید نمیبخشید. حتما یک گناهگون اندیشی میشد، حتما یک تضاد یا اختلاف میشود و یا 70,000 شدیان. همون 70,000 کیه؟ دروغه که 70,000 یک گوشه تاجیکستان آورده درونی که آورده باشن یا یک اخشلاق شما یا یک جیانی منه یا یک خشیه اویسا اویسا میبین دختری مقطعی بچه مقطعی جوره یا دگون نمیشه. خیلی دکه مثلا ما خراجات میکنیم. من اینجا چیزایی بود که از ضرورت بیرون من در پول همین چند چیز هیچ وقت یک بچه ما جرأت نکرده که بیا یک قرآن تاجیکی میخرم میبرم یک استاد دانشگاه هم میتیم. استادای دانشگاه مغزشون واسه کسی که استاد کار کرده و خاموش نمیشینن دیگه. میگم که استاد همین شما خونید و خون مردم تعلیم میتید. اما اون مسیحی امروز عینی، دشت جم، یغنوب، شهر توز، ریگر همه جا کتاب تقسیم کرده و شما برای دینش مبارزه میبرد، دعوت میکنه، دعوت علمی. چرا ما خوبیم؟ چرا ما کالخوز رسید 100 سومون در عبید میکنیم نمیگیم که برادر 50 سومونش بسای همین خوراک زیادیه. اکثریت خوراکای ما زیادی میکنن، اکثری معرکه‌ای میدن. یک قسمی همینه من دو تا سایه بخوری میگیرم میبرم یک کس نمیتیم. چرا وای توانستن 4 کمپیری اورس در ترلبوس اول کتاب تقسیم میکرد. حاضر جوی همونا را کی گرفته؟ دخترای تاجیک. یکی از همون خشتباره ما ده مرده میگه مزار خواجه سنخاب دادم. بعد یک سه تا دخترکا بر اومدن میگه من همین خیلی فکر کردم که گلچینی بر اومدم. لیکن عقلم هم نگرفت که این از راه 10 کیلومتر دور از راه ماشین. با خواجه سنخاب ایسه تا حوض را 70 کیلومتر راه. عقلم نگرفت. میگه خیلی میگه این گوش بیریانشون آوردن موندم. وقتی خستن شدن که تقاجون برای که زیق نشوید همین کتابو را خونه یا تقاجون گفت یا امکی جون گفت. بعد میگه من هم گفتم که اگر بسم الله داشته باشد بچه جان من بخونم. همین کم ترک پایان رفته نگاه میگم بسم الله نیستم کتابای مسیحیت. امروز یک زنی تاجیکی که چند روز پیش مسیحی شده میره در مزار خواجه سنخاک یک 10 مرده را میبرد کتاب میتید. همین چی معنی دارد؟ 10 مرده بیکاره میشینه همون کتاب میخونه 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار و در مغزش عقیده میشود. انسان چیزی که میدوند یک از زیر دیوای گپ زنه داره به مبارزه میبرد. چون یک
زنی که در خانه ما کلان می شود، اینا الحمدلله کم تر حرف خوان هستیم، چند کلمه میدونیم. چون زنی من نمیدونه که در قرآن چند سوره گونه جون این کارا نکن، این کارا کن، این کارا نکن، این کارا نکن. 3 ماه سرکف میروند یا کلیسا میروند، بیبل را میدونه در کجاش کدام آیت است. همین کوتاهی کیه؟ کوتاهی دامالله از آن است که نتونستن فهموندن انجیل در کجاش کمبودی دارد. کتاب دگمت خریستیانست نخوان، یا کتاب چی پویسکخ استین نخوان، یا کتاب ویاچسلاو علی پلاسین نخوان، یا که یک کتاب نخوان. یکم این کمبودی علمای ما که نخوند و فهموندن نتونست. دیمش کمبودی بوی بچه ما که چی رفت هزارها سالمان در روح نادرست داد، 5-10 تا کتاب نگرفت، نداد دخترکای بچه‌کو که شما فرزند ما هستی، شما هم چی در همین جمعیت زندگی میکنه. اگر شما مثبت باشه تاثیری مثبت شما با فرزند ما میرسه، اگر شما منفی باشه حتما تاثیری منفی تون میرسه. یعنی یکیش اگر گناهی کرده که امر معروف نکرده، یکیش گناهی کرده که پولش در راه نادرست صرف کرده. پس یک چیزی از وقتی که قضیه ملت شد، باید ملت خیزد و که 5 کس نمیتواند ملت دیگه پیش کرده بردن. در ملت هر خیل فکر رای دختر اگر همون پیش می اومده آدمی بیماره بر روح دختری فهمونده آخر دیگه که بچه جون این کار خداوند گفته، این کار پیغمبر خدا گفته، و بیمار همون وقت هوای همچون استاد قبول کرده، این سخنش هم قبول میکند. پیش اسپارسیمن رفته گویا که دادر جون ما یا بعد نماز عصر مشق میکنیم یا پیش نماز عصر، وقتی نماز نبیا. این علاقه وای قبول کرده، این استادی من در همین ساحه از من پیش رفته، اگه پروفسیونال چرا این نماز میخوند؟ شما میدونید که برای مشق دادن بسیاری بچهای ما مسیحی کرده هستند، خریستیان کردن برای مشق دادن. چون یه دوملوی توجیه میکنه کردن، ما گوشتینگی رو داریم، ما باکسیو رو داریم، ما داریم کاراته است، چرا این کارا کردن نتونستن؟ پیش یا فیزیک هم میرفت، فیزیک میگفت که ها قوه جاذبه عمومی جهانی هست، زمین نمی افتاد، اما همین قوه جاذبه عمومی جهانی دست خداوند است، خودش از خودش پیدا نمیشود. یعنی هر انسان میتونه مردم دین را دعوت کنه اگر خودش عقیده داشته باشه. طبیب هم میتونه، اقتصاددان هم میگه که چی؟ پیش اقتصاددان هست میگه برادر اگر عقیده داشته باشد این راه خوب نیست، همون راه گفتگی اسلام خوبه. احل الله البیع و حرم الربا، خداوند تجارت حلال کرده، پرسنت خوردن حرام کرده. شویساریا کار نمیکنه، در قصر زندگی میکنه، در هندوستان کار میکنه، در تای کوپرک زندگی میکنه، نتیجه پرسنت خرید را ببینه. اگر احل الله البیع و حرم الربا را ترجمه میکرد، میگه که امروز تاجیکستان اکثریت مالا را استحصال کردن نمیتونه، لیکن فضل خداوند همه چی ما داریم. امروز در ازبکستان مثال کوپون قطعی ارد میگیرن، ما در نیست همین چیز الحمدلله تنجای ارد در مغازینا زدگی راو گیر. برای چی؟ برای که وای تجارت دایرهش تنگ کرد، در ما دایره تجارت وسیع. خدا گفته تجارت حلاله. چیزی که در یک او طرف کره زمین استحصال میشه در جای ما هست. یعنی هر کس میتونه در دین دعوت کنه، لیکن خود ما هم خیلی کرخت گرفتگی هستیم. با خدا یک روز ما میخزیم دیر شده است. نگاه کنی یک نفر از جای ما است میگه وقتی این مسئله را ساختن گفت خمیسزور بودی تریتوریا گفت یک بچه روز همراه زنش گفت اتوبوس میدک بود، گفت در داخل اتوبوس زنش خچاق گرفت، همین مردمی ما زدش گفت. بعد میلیسا بورون شد گفتن که چرا زدیدش؟ گفتن که دخترای ما یاد میگیره، امروز دخترای ما کار میکنه که روز ایزو میکشه. یعنی پیش نگیری و بسیار میشه دیگه نمیتونی. همینجا 10 کس باشد خیلی 100 کس باشد. جای تعلیمی تماما نیست. نیست راست آفرین راست نیست. نه همه شکر. آخه من رسول من خود ترجمانی خود عربی را میدونی. اکا جان خود عربی را میدونی. یگون کتابچه ترجمه کردی برای فرزندات؟ نه من کردم. نه آخه تو گناه همه گناه داریم. یعنی فیزیک دون ما هم گناهگوره، یا عربی دون ما هم گناهگوره، انگلیسی دون ما هم گناهگوره. میروه شما باور کنید که سال 1987 سنن ابی داود در انگلیس ترجمه شده است توسط یک پاکستانی. 20 سال پیش سنن ابو داود 1200 ساله ما نبیره بخاری ترجمه ندارن، نه دو تامش برآمده است. گناهی کیه می؟ هم نگاه کرده ایستادیم که کی کسیت حاجی میرزا میگه با یا حاجی میرزا دیگه تو چاو که نمیتونی پایانتر چاو مایل چه نیزور است. البته همه نمیتونه، همه او تالنت نداره، لیکن کوشش کردن در کار که این به غم ملت خوردن در کار که پگه پرابلم میاد بالای سریت دم میاد. اوکی در وقت چی خو خدا نکرده اگه مشکلات بیاد بالای همه دم میاد. اوکی برای خدا گوید که مشکلات نمیاد،
خدا گفت که همه کوشش کنه، هر کس به خدا در دین میتواند خدمت کنه، زوردار به زورش. خیلی یا آدم میرود یک کاری خرده یاردم میکنه، مسجد سازیده، پولدار به پولش یک کس کتاب میخرد میته، یا یتیمه. انا همونو کیو را جمع کردن. شما اگر روی اصل خریستیان شدگی را ببینی، اول یک بچه مو خرابالا یک نفر خبرگیر رفتیم، بعد سه چهار کس اومدن و همین بالاشت خوندن همون مسیحی‌ها. بعد من گشتم گفتم که چی میخونید؟ گفتن که مثل چلیاسینی شما. خب کم طرقتشان صحبت کردم و گفتن که ما وقتی صحبت نداریم جوی ما بیا. گفتم مالش همون بچه که پرسیدم گفت که من در راه میرفتم، گفت ماشین ما را زد، گفت پوچم قریب جدا شد. گفت اگه همونجا گفت مادرم دو دوای کرد، گفت مادرم پول نداشت، گفت یا اون کس ما را یاردم نکرد. گفت همینا اگه جای اومدن گفت 200 سوم ده 300 سوم ده آورد ما را بالنسبت خوبوندن. گفت ما تا مردن ما گفت پیروی هم میویم. گفت درست و عقیده نداشته است و خداوندم چی با برای انسان دوزخ گفتنی جای وقتی که انسان عقلش کار نمیگیره. اما یک مسلمانی هم یافت نشد بیا که ای برادر من 200 سوم در 3 روز خوراک نصف روزی خورده شدم. همین برادر مصیبت ده افتادگی است. این انما المؤمنون که اخوه باشد، این همین پول قدیم میبرم اینو توبت میکنم. یعنی مثال راهی یک نفر آدم کریستیان شدگی، یک دختر دیگه کار نیافته است، برداشت در تشکیلات کار دمونده استش. و چی همون تشکیلات کمپیرادا خوراک میتیاد، آدمایی که به پرستار هستن تشکیلات مسیحیه خوراک میتیاد. این دخترک $70 که اونجا میگیرد، این دخترک کوچه ده بود، گفتی روسا بامش بود، سرپناه که نداشت، $70 جای استراحت میکردگی، عبادت میکردگی، مغز خالی بود رفت. یعنی به هر راه و دعوت کرده تونسته ایستادن. شما باور کنید دعوت هم بر ملت ما هوا نشون داده و یا برآمدن به آدمای ما کم ترشوش نه که بچه چیکار کردی همه کریستیان شد. خوب ملت خوبه. شاعر نویسنده کی بود نبود، بدگار بود، پلیس نبود، تو کی تو ایران نویسی خو یا چیزی حقیقتا درد ملت تو چون نمینیست؟ تو چی راهنما زیایی شما چی؟ شما پیشواهای ملت هست. شما اگر راهی راست داره ملت راهی راست میره، شما کج داره ملت کج میره. واقعا اینم نمیشه عادی خلقته. یعنی شما فکر نکنید که یک کس همه جمعیت گناهگار کردن نکن. کمبودی جمعیت شد پس جمعیت گناهگاره. یک کس گناهگار میشه جمعیت رو اصلاح کردن میتونه. خیلی صحبت هم خیلی زیاد شد و آخر دعوانا میکنم ان شاء الله سلامت باشید. سلام دیگه همین خداوند همین دنیا رو برای محمد صلی الله علیه و آله نه نعوذ بالله لولا لما خلقت الافلاک. این با آیات قرآن ضد است. خدا گفته است که ما خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. این حیات، این مرگ، این زندگانی را آفرید تا که شما را امتحان کند. همینجا ده صراحتا همین سخن بس سخن خداوند ضد برآمده است. و ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله. مقصد در این زمین آمدن خداوند میگه من پیغمبر روان کردم که شما خدا را عبادت کنید. یعنی خداوند دانید برای کشیده خداوند شما زندگیتون رو پیش برید. بخیر الحمدلله لا دفعنا راست ساعت چرا سلامت باشه. دمون شکل دیگه سازه تجا که سلامت تو خوبه درسته.